اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره قمر مکیه. سوره قمر هست که این سوره در مکه مکرمه نازل شده یا قبل از هجرت نازل شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة و انشق القمر. اقتربت نزدیک شده الساعة قیامت و انشق القمر و پاره شد مهتاب. در اینجا یکی از معجزای که بر رسول الله صلی الله علیه و آله داده شده بود معجزه شق القمر است که مشرکین وقتی از پیغمبر صلی الله علیه و آله تقاضا کردند و گفتند که اگر تو پیغمبر هستی برای ما این مهتاب دو حصه بگردان. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای الله دست دعا را بلند کرد و تقاضا کرد و خواست و الله متعال به اساس تقاضای رسول الله صلی الله علیه و سلم و با قدرت خویش چی کرد؟ همین مهتاب دو حصه کرد. یکی از دانشمندا هست به نام موسی بسکوک میگن. یک امریکایی هست، یک وقتی رئیس اسلامیک ارگانایزیشن آف بریتش، یک مؤسسه اسلامی بریتانیا بود. بازی خود ازی گفت که یک شخص دیگه از به نام زغلول نجار میگه. زغلول نجار گفت که من در یکی از این کشورها یک کنفرانس داشتم درباره اعجاز علمی قرآن، سر از این مسئله بحث میکردم. باز میگم این شخص به نام موسی بسکوک خیست و بر من گفت که استاد اجازه هست که من علت مسلمان شدن خدا برای شما تشریح بکنم. بازی میگم من خودم غیر مسلمان بودم و مسلمان نبودم. میگه یک روزی در امو کافرها یک عادت دارن به نام سالگرد و گپا میکنن، سالگرد تولد گپایم. میگه من ایره تجلیل میکردم. باز میگه دمی یا کدام مجلس دیگه داشتم والله اعلم. خب میگه در مجلس من میگه زیاد مردم چیز آورده بودن، تحفه می آوردن برشان. میگه در جمله تحفه ها وقتی که من در خانه رفتم تحفه ها را باز کردم، دیدم که هر کس برای من یک کسی ساعت آورده و یک کسی مثلا نی چیز و دیگه چیز تحفه آوردم. یک تحفه را باز کردم که سائل کردم در بین از یک کتاب است. میگه کتابی که باز کردم اما تو این قسمی که سعی کردم که در پشت سرش خودت نوشته است قرآن به ترجمه انگلیسی. میگه من ندیده بودم قرآن و نمیفهمیدم. میگه کمی واس کردم که همین آیت قرآن نوشته شده بود که اقتربت الساعة و انشق القمر. میگه من که خواندم، میگه من گفتم شق القمر، آفتاب مهتاب دو حصه شده. این خود نه ساینس قبول میکنه نه علم قبول میکنه. میگم خلاصه من همین کتاب گرفتم قاط کردم و گفتم خود دیگه این کتاب مسلمان است، مسلمان ها هر چی که دلشان شده نوشته کردن. گرفتم در الماری در بین هم کتاب ها ماندم. من یک توفیق یک دوستم برام داده بود. میگه دیگر روز تقریبا چند وقت تیر شد که در رادیوی بی بی سی بود یا در تلویزیون بی بی سی. میگه چی را مانده بودن؟ میگه یک 3 نفر 4 نفر بود یا 3 نفر بود از امی متخصصین فضانوردی یارا میگه میمان کرده بود و همین نطاق بر از یا گفت که همین شما چرا به فضا میرین و چی فایده میکنین و شما هر دفعه که در فضا میرین چند میلیون دلار اونجا مصرف میکنین. اگر این مصرف وزیر برای مردمای فقیر در زمین مصرف بکنین بسیار مردم ها از مشکلات خلاص میشن. شما که مصرف میکنین. میگه یا گفتن که وقتی ما به فضا میریم منافع ازیر میگه بیان کرد و گفتن که آخرین سفری که ما در فضا داشتیم ما مهتاب دیدیم که مهتاب مثل یک ظرف شکسته این یک خط از دگردازی. از این میگه ما کشف کردیم که یک وقتی این مهتاب دو حصه شده. وقتی که پس آمده ایره همی فضانوردا گفتن. میگه گفتن که پس وقتی که با هم چسبیده، سابق اگه فکرتان باشه آل خونه سابق ظرفای چینی بود. باز وقتی که دو توتمه شد بازی رو می آوردن با هم چی میکردن؟ پتره میکردن. باز خود اما خطکش معلوم میشد، میفهمید که ظرف چینی شکستگی است. میگه نموت یک علامت در اینجا بود. میگه که میگه من کمی شنیدم. میگم تو خیز انداختم نزدیک به تلویزیون که چی میگه این قرآن از ایمشان گپی را که 14 قرن قبل گفته بود و من یک روز دو قرآن خوانده بودم. این حال دانشمندای ساینس میگه. باز میگه من فورا رفتم و همین قرآنی که در اونجا بود این گرفتم باز کردم و بالاخره تحقیق شروع کردم و علما گفتن بله این آیت قرآن درباره ازی است که وقتی که مشرکین از رسول الله صلی تقاضا کردند و رسول الله صلی از الله خواست و به اساس قدرت الهی
مهتاب 2 حصه شد و این یکی از معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. بازی میگه امیره که مدیده میگه ما گفتم والله این کتاب کس این کتاب از جانب الله هست، به خاطر از که امروز ساینس گپای زیر تایید میکنه و این یکی از معجزات علمی قرآن عظیم شان در عصر حاضر است. و میگه باز ما گفتم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اقتربت الساعت و نزدیک شده قیامت و انشق القمر و مهتاب هم 2 حصه شد و این یرو آیتا. و اگر ببینن امی مردمای مشرک هر معجزه و دلیل از دلایل قدرت الله را یعرض از اعراض میکنن و یقولو باز میگن سحر مستمر، این یک جادویی است که دوامدار است. و کذبوا و تکذیب نمودن و تبعوا اهواءهم و اینا متابعت کردن از خواسته های نفسی خود. و کل امر مستقر و هر کاری که هست یک وقت مقدر و مقرر داره. ولقد جاءهم یقینا که آمد برشان من الانباء از اخبار ما فیه اتو خبرهایی که در آن مزدجر اینا باید عبرت بگیرن. حکمت بالغتون، این یک حکمت بسیار کامل است. فما تغنی النذر، پس فایده نمیرساند امی بیمدهنده ها یا پیغمبرها بر از این مردمایی که اینا مطابقت از خواهشات نفسی خود میکنن، عقلگرا هستن، حسگرا هستن. لکن با وجودی که میگن ما از عقل خود استفاده میکنیم، از ما عقل هم استفاده نمیکنن، از حس هم استفاده نمیکنن، میگه علمگرا هستیم، از علم هم درست استفاده نمیکنن. الله متعال میگه فتول عنهم، پس اعراض کن ازشان، روی بگردان ازشان. یوم یدعو الداعی، وقتی که صدا کرده میشه، خواسته میشه، دعوت کننده. یوم، روزی که یدعو طلب میکند و میخواهد، الداعی دعوت کننده، الی شیء نکر، به یک چیز بسیار ناپسند. او چیز ناپسند چی است؟ او تو چیز ناپسندی اینا را ملائکه میخواه به او چیز اونا را که خوشن ابصارهم، که باز اینا پایین کرده می باشن چشمای خود را. یخرجون، باز خارج میشوند من الاجداث، از قبرها. که انهم، مثل چی واره خارج میشه؟ جراد منتشر، مثل ملخهایی که پراگنده باشن. مهطعین الی الداع، میشتابن، دویده میرن به طرف اون کسی که اینا را صدا کرده. یقول الکافرون، باز کافرها چی میگن؟ هذا یوم عسری، بسیار روز سخت است. باز اونجا دیگه تسلیم هستن، لکن تسلیمی اونجا باز به دردشان نمیخوره، چرا اونجا مجبوریت است دیگه. کذبت قبلهم، پیش از اینای رسول الله صلی الله علیه و تکذیب کرد قوم نوح. فکذبوا عبدنا، اونا تکذیب کردن بنده ما را که نوح علیه السلام بود. و قالوا، و گفتن مجنون، این دیوانه هست. و ازدجر، و تهدید کرده شد، برش زجر رساندن، تکلیف رساندن، تهدیدش کردن. فدعا، باز نوح علیه السلام دعا کرد. ربه، دست دعا بلند کرد. به کی؟ به ربه، به پروردگارش. نوح علیه السلام پیغمبر است، موحد است، دست دعا را به کسی دیگه بلند نمیکنه، فقط دست دعا را به بارگاه الله بلند میکنه. چی میگه نوح علیه السلام؟ گفت که انی مغلوب، پروردگارا ما بسیار مغلوب شدیم، ضعیف شدیم. فانتصر، تو کمک کو بر من، تو انتقام مرا بگی. الله متعال میگه ففتحنا ابواب السماء، الله میگه باز ما باز کردیم دروازه های آسمان را، به ماء، با آب که منحمر، که اما تو بسیار دیگه اما تو به سختی میبارید بسیار. و فجرنا الارض، و ما میگه انفجار دادیم زمین را، که از امی داخل زمین چی برآمد؟ عیونا، چشمه ها برآمد. فالتقى الماء، پس یک جای شد ما، آب از آسمان و از زمین، از زمین دو طرف دیگه، اما تو فواره از آسمان هم متشرز دیگه، باران خطرناک است. و از زمین هم صاحب چشمه ها از هر منطقه، از تندورها صاحب، از بین تنورها یک دفعه میگم تو آب هم تو برآمده میرفت، چشمه ها هر جای چیز شد، به اندازه آب زیاد شد. فالتقى الماء، پس یک جای شد آبها، علی امر، به یک امری که الله کرده بود، قد قدر، که ای مقدر شده بود. و حملناه، باز ما حمل کردیم نوح علیه السلام را، علی ذات الواح، به کشتی هایی که دو لوحه ها بود، یعنی لوحه از لوحه های چوب ساخته شده بود. و دسر و میخار دو زده بود. تجری به اعیوننا، که همین کشتی جاری بود زیر نظر ما، زیر حکم ما. جزاء، این یک جزایی بود، لمن کان کفر، برای کسانی که
کافر شده بودن. ولقد ترکناها آیه، یقینا الله متعال میگه که ایره ما ترک کردیم، گذاشتیم آیه، یک دلیل بر پند گرفتن و تسلیمی به قدرت الله. فهل من مدکر، آیا کسی هست که نصیحت بگیره؟ فکیف کان، پس چی گونه بود عذابی، عذاب من، و نذر، و ترساندن من. ولقد یسرنا، اینجا ولقد وقتی که میایه علما میگن که اینجا قسم محذوف است، یعنی الله متعال سه توکید میاره، یکی لام توکید است، یکی قد توکید است، این دوتا، و یکی هم قسمه که علما میگن محذوف است. یعنی قسم است به الله که امی الله متعال میگه یسرنا القرآن، ما قرآن آسان ساختیم. چقدر مردمی قرآن سخت ساختن. قرآن اگر یک بچه که یک کسی، یک دانشمند است از دانشمندای کویتی، میره در بسیاری منطقه سهل میکنن، در مصر، در بسیاری جای، حتی کسایی که تکلیف ذهنی داره، گپ عادی رو یاد نمیگیره، قرآن حفظ میکنه. میگه سعی کنین قرآن چه آسان است. یک نفر 60 ساله، ریش سفید آدم بود، و یک زن پیچ سفید 60 ساله که دندانا نداشت، از یا مصاحبه گرفت، گفت شما قرآن چطور یاد گرفتین؟ گفت والله من 60 ساله شده بودم، کلگی مرا میگفت که تو قرآن یاد نمیگیری. میگه من به الله دعا کردم که یا الله، اونو نفر موتر خواست، برش موتر دادی. اونو قصر ساخت، برش خواست، قصر دادیش. اونو را مثلا پیسه خواست، پیسه دادی. من قرآن از تو میخوایم، بر من قرآن بدی. میگه من در سن 60 سالگی در یک سال، میگه الله ذهن مرا تو باز ساخت، قرآن حفظ کردم در 60 سالگی. الله متعال میگه قرآن آسان است، هم معنایش آسان است و هم لفظش آسان است. اگر کس مثلا یک ماه زحمت بکشه، لفظش یاد میگیره، بسیار خوب خوانده میتونه. و اگر کس زحمت بکشه، در یک سال قرآن حفظ میکنه. و اگر این مثلا ما و شما زحمت کشیدیم، یعنی در 2 ماه قرآن چی میکنیم؟ ترجمهش ختم میکنیم. الله متعال میگه چرا مردم سر الله تهمت میکنه؟ میگه الله میگه ولقد، و یقینا که قسم است که یسرنا القرآن، ما قرآن آسان ساختیم، للذکر، برای چی؟ برای نصیحت، برای تطبیق. اگر تو بخوای قرآن سر تطبیق بکنی بسیار آسان است، سر فامیل تطبیق بکنی بسیار آسان است، مطابق قرآن زندگی بکنی بسیار آسان است. لکن که نمیخواین، این مشکل از اون است. فهل من مدکر، آیا کسی هست که از این قرآن نصیحت و پند بگیره؟ کذبت عاد، تکذیب کرد مردم عاد، قوم عاد. فکیف کان عذابی و نذر، چه قسم بود عذاب من و ترساندن من. ان ارسلنا علیهم، الله متعال میگه سرزمین کسایی که تکذیب کردن، ما فرستادیم بالاشان ریحا صرصرا، یک شمال و باد طوفانی که صرصرا بسیار سخت بود، بسیار صدای صرصره داشت، یعنی بسیار صدای خطرناک داشت. فی یوم نحس، در یک روز که بسیار روز بخیر بود، مستمر، اما تو دوامدار، تمام روز، اما تو میگه سختی بود. تنزع الناس، میگه مردم از بیخ میکند، زدن میکرد یاره، که انهم اعجاز نخل منقعر، مثل ای که امو درختای خرما را از بیخ کنده باشی و امو تو در زمین انداخته باشی. اعجاز امو بیخها را میگه، نخل درختای خرما را میگه، منقعر که از بیخ کنده شده باشه. یعنی ات انسان ها میگه تو معلوم میشد مثل که امی درختها را یک کس بره و امو تو بکنه و دمی زمین انداخته باشه. میگه نمی قسم یا امی قوم امو تو هلاک شدن در موجه افتادن. فکیف کان عذابی و نذر، چه قسم بود عذاب من و ترساندن من. باز الله متعال تکرار میکنه که مردم، ولقد یسرنا القرآن للذکر، یقینا که ما قرآن آسان ساختیم. برای چی؟ برای ذکر کردن، برای نصیحت، برای پند، برای تطبیق شریعت الله در زمین الله. بسیار آسان است. خب مسلمان ها نمیخواه، خود مسلمان ها بین هم میشینن و به ضد قرآن برنامه میگیرن. فهل من مدکر، آیا کسی هست که نصیحت قرآن بپذیره؟ کذبت ثمود بالنذر، تکذیب کردن ثمودی ها بالنذر، باکی به پیغمبرها. فقالو، گفتن ابشر منا واحدا، آیا ما یک نفر، یک بشری که منا از جمله ما هست، واحدا یک نفر است، نتبعه، ما از اون مطابقت بکنیم، انا اذا لفی ضلال و سعر، گفتن ما باز وقت دیگه در گمراهی می باشیم و سعر در دیوانگی می باشیم. اولقی الذکر علیه من بیننا، آیا نازل شده هست امی کتاب وحی علیه بالا یزوب من بین، از بین ما، بل هو کذاب اشر، گفتن نه، ای خود پیغمبر که از بسیار دروغگوی است و اشر و بسیار خودپسند و متکبر است. سیعلمون، الله متعال میگه زود است که بدانن، غدا فردا، من الکذاب الاشر، که کی هست دروغگوی خودپسند متکبر.
انا مرسل الناقه، الله متعال میگه ما فرستادیم شتر را، فتنه لهم، امتحان بود برشان، فرتقبهم، پس انتظار کن ایشان را، و صبر بکن، و نبههم، و برشان خبر بده ای پیغمبر، ان الماء، که همی آب که از قسمت بینهم، تقسیم از بین از زنا و بین از می شطوری که موجود است، کل شرب محتضر، هر یکی به نوبت خود بمی شرب، بمی نوبت آب نوشیدن خود محتضر حاضر شود. فنادوا صاحبهم، باز اینا صدا کردن امو دوست خود را، امو کلانکار خود، امو بزرگ خود، فتعاطا، پس این سلا را به دست گرفت، فعقر، باز چی کرد؟ زخمی کرد و کشت و ذبح کرد امی شتر. فکیف کان عذابی و نذر، باز الله متعال میگه چی گونه بود عذاب ما و ترساندن ما. انا ارسلنا علیهم، ما فرستادیم بالایشان، صیحه واحده، یک صدای خطرناک بسیار تیز را، فکانو، توسط هم یک صدا اینا شدن که هشیم المحتضر، مانند گیاهی که از کمر شکسته باشه، یعنی یا در هم شکسته. همین گیاه را که سیل کنی وقتی که حیوانات بخوره باز کمرایشان قات شده، همین انسان ها را میدی که همون دستای شکسته، پای شکسته، کمر شکسته، گردن شکسته، همونجا افتاده. ولقد یسرنا، باز الله متعال میگه که مردم مسلمان در قسمت قرآن تبلیغ غلط نکنین، مردم از خواندن قرآن، از ترجمه قرآن، از تفسیر قرآن باز ندارید، نگوین که از خواندن میتون. الله متعال میگه ولقد یسرنا، یقینا که ما آسان کردیم القرآن، قرآن عظیم شان را، للذکر، برای پند و وعظ و نصیحت و تطبیق شریعت الله. فهل من مدکر، آیا کسی هست که نصیحت الله را قبول بکنه؟ کذبت قوم لوط بالنذر، همین قسم تکذیب کردن قوم لوط به پیغمبرها. ان ارسلنا علیهم، الله متعال میگه فرستادیم بالای زنا چی نه؟ حاصبا، بادی که به امرای سنگ ها بودم. قبلا که گفتیم خشتای پخته، ده فرق از اینا با همین خشتای پخته میزد. الا آل لوط، مگر خانواده لوط علیه السلام که مسلمان بودن، مؤمن بودن، نجیناهم بسحر، اونا را ما نجات دادیم در سحری، پیش از اینکه عذاب صوبکی بیایه، در سحر اینا را از این منطقه کشیدیم. نعمت من عندنا، این نعمت و مهربانی من عندنا، از جانب ما بود. کذالک، همچنین ما نجزی، پاداش میدهیم، من شکر، هر کسی که توحید مراد بکنه و شکر نعمت الله را بکنه. ولقد انذرهم، ولقد و یقینا که انذرهم، ترساند امی قوم لوط. کی ترساند؟ لوط علیه السلام ترساند. از چی ترساند؟ از بطشتنا، از بطش ما، از گرفتن ما، از مؤاخذه ما. فتماروا، پس شک کردن به نظر در مورد ترساندن پیغمبران. ولقد راودوه عن ضیفه، و یقینا که اینا چی کردن؟ از او درخواست کردن، درخواست زشت کردن، عن ضیفه، از مهمانایش. الله متعال میگه فطمسنا اعینهم، باز ما کور ساختیم چشمایشان را، فذوق، و گفتیم برشان که بچشین عذاب مرا، و نذر، و ترساندن مرا. ولقد صبحهم، و یقینا که در صبحگاهان گرفت می قوم لوط. چی گرفت؟ بکرتن، دمی آغاز صبح، عذاب گرفت که مستقر، که او مقرر و مقدر کرده شده بود. فذوقوا، پس بچشین عذابی از عذاب ما، و نذر، و ترساندن ما. ولقد یسرنا القرآن، باز الله متعال میگه یقینا که ما آسان گردانیدیم قرآن عظیم شان را، للذکر، برای کسی که از این درس میگیره، پند میگیره، نصیحت میگیره، شریعت از این تطبیق میکنه. فهل من مدکر، پس آیا کسی هست نصیحت گیرنده؟ ولقد جاء، و یقینا که آمد، آل فرعون، به قوم فرعون، النذر، پیغمبران، کذبوا به آیاتنا، ای فرعونی ها تکذیب کردن به آیات ما، کلها، به تمامش. فاخذناهم، باز گرفتیم اونا را، اخذ عزیز مقتدر، مؤاخذه ذات با عزتی که مقتدر بسیار قوی هست، که فرعون در مقابلش به اندازه یک حیوان کوچک ارزش نداشت. اکفارکم خیر من اولئکم، آیا کافرای شما بسیار قوی و بهتر است من اولئکم، از این فرعونی ها و ثمودی ها و قوم لوطی ها کردن؟ ام لکم براءتون، یا که بر شما نوشته شده، نجات نوشته شده فی الزبور، در کتاب ها، که شما مخالفت میکنید باز شما را سرتان عذاب نبیه. ام یقولون، یا ای که میگن نحن جمیع منتصر، ما کل ما چی هستیم؟ انتقام گیرنده و کامیاب هستیم. سیهزم الجمع،
حتما ای جماعت از اینا شکست میخورن و یولون دبر و حتما یا پشت خدا میگردانن بل ساعت و موعدهم بلکه ساعت لحظه قیامت وعده از اینا هست و ساعت و همین لحظه قیامت که است ادها بسیار سخت است و امر و بسیار تلخ است ان المجرمین یقینا که انسانهای مجرم فی ضلال در گمراهی هستند و سعر و در بیعقلی هستند یوم روزی که یسحبون کشانده شوند فی النار در آتش دوزخ علی وجوههم بر روحایشان ذوقوا برشان گفته می شود که بچشین مس سقر مزه دوزخ را انا کل شیء الله متعال میگه ما با عظمت و قدرت خود هر چیز را خلقناه و خلق کردیم به قدر با یک اندازه و ما امرنا الا واحدة الله میگه نیست حکم ما مگر یک حکم کلمح بالبصر مثل مانند به هم زدن چشم یا پلک زدن لمح بالبصر یعنی مثل گردانیدن چشم ولقد اهلکنا و یقینا که ما هلاک کردیم اشیاءکم گروه هایی که مثل شما وارد بودن بیدین بودن مشرک بودن مرتد بودن غافل بودن فهل من مدکر پس آیا کسی هست که پند بگیره و کل شیء فعلوه و هر چیز را که اینها انجام میتن فی الزبور در کتاب ها و در اعمال نامه ها نوشته هست و کل صغیر و کبیر مستتر و هر عمل کوچک و کبیر و عمل بزرگ مستتر کلش نوشته شدگی است یک حرف یک کلمه یک چیز ان المتقین یقینا که انسانهای متقی که هستند فی جنات در جنت ها می باشند و نهر و در نهرها و جویبارها می باشند فی مقعد صدق در جایگاه راست عند ملیک مقتدر در نزد او مالکی که مالک آسمان ها و زمین هست و مقتدر و بسیار با اقتدار است. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله استغفرك و اتوب الیک.